در ولایت سوخت به مناسبت عید مهرگان چاره‌بینی‌ها ادامه دارند. وابسته به این در مجمع خرمشهر با تشبث فاکولته شیمی و بیولوژی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی باباجان غفورов تحت عنوان مهرگان جشن نیاگان ملت چاره‌بینی دایر گردید. در صحن مجمع محصولات کشاورزی و نمونه هنرهای ملی به نمایش گذاشته شد. مقصد چی است؟ احترام به طبیعت، احترام به حاصل طبیعت، احترام به زحمت مرد کشاورز و مرد باغبان و مرد دهقان است تا اینکه همین حاصلی که جمع شد از بین نرود، تلف نشود. و این یکی از سنت های نیکش استفاده کردن میوه هایی که در همین فصل پخته میرسد و آنها را نگه داشتن، از آنها مثلا از انگور شیرینی پختن و مویز کردن و دیگر عامل هایی که هست، عمل هایی که هست در همین عرفی جشن مهرگان و بعد از مهرگان ادامه می‌یابد. از سنت های دیگرش همین است که در همین جشن دسترخوان این جشن عبارت می شود از میوه های نو رسیده و از دانه ها، از حبوبات، از لوبیاگی ها که در همین فصل مثلا در خوجند مشاهده می‌کردیم که مردم ماش پیابه می‌کردند و لوبیا پیابه می‌کردند و کدو پیابه می‌کردند که همین از حاصل نوی همین سال است که هم برای سلامتی انسان فایده دارد و همچون یک غذای دانه سری دسترخوان میگذاشتند، آن را استعمال میکردند و با طبیعت موزون و در نزاکت بودن است. رکتر دانشگاه استادان و دانشجویان را با جشن مهرگان تبریک گفته از اهمیت و رسم و آیین این جشن ملی ذکر داشت. تاکید گردید که در پرتو سیاسی فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جشن مهرگان در برابر دیگر جشن‌های ملی مقام بلند و جایگاهی ارزنده را به خود کسب نموده، اصالت پیشینه را برقرار نموده است و همچنین جشن انسان محور، هویت ساز و موسم حاصل خونداری در سراسر کشورمان با شادی و سرور و فرحمندی تجلیل می شود. گفته شد که مهرگان از جشن‌های مردم آریای تبار محسوب یافته، همچون تجسم کننده دوستی و رفاقت، مهر به انسان و جمع‌آوری کشت و کار و نتیجه زحمت پربار دهقان شناخته و پذیرفته شده است. پیشوای معظم ملت تاکید داشتند که جشن مهرگان همچون آیین باستانی میراث ارزشمند اجداد شرفمندمان بوده، در طول تاریخ و امروز به صفت یکی از رکن‌های مهم خودشناسی و خودآگاهی مردم ما به حساب می‌رود. مهرگان در فرهنگ و تمدن خلق تاجیک جایگاه خاص دارد. گذشتگان ما عنعنه و سنت‌های آن را در خاطره تاریخی خویش چون دوری گرانبهای معنوی حفظ کرده تا به نسل‌های امروزه رساندند.